این چونین یکی از فرقیت های عظیمی زنها این است که از زنها پیغمبر نیست. اگر زن و مرد برابر میشد بگذار یک پیغمبر از مردها میومد یک پیغمبر از زنها. برای چی در تاریخ یگون زن پیغمبر نبود، نه رسول بود نه پیغمبر، بلکه همش از مردها بودن. خیلی که الله تعالی در سوره یوسف آیه 109 صراحتا گفت که و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم. ما ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیش از تو یگان پیغمبری نفرستانیدیم الا رجالا، مگر آنها مرد بودند، نوحی الیهم، به آنها وحی میدادیم. بنابراین مفسرها گفتند که الله تعالی یگان پیغمبری را از زنها نفرستانید و نه از فرشته ها. یگان فرشته برای ما پیغمبر کرده نفرستانید. ولی جنی، نه جن را، جن برای انسان ها پیغمبر شده نه آمد یگان مراتب. ولی بدویان، حتی بادیه نشین، الله تعالی پیغمبرها را از بین بادیه نشین ها اختیار نکرد. یعنی البته این تنقیدی بادیه نشین ها نیست یا تنقیدی زن ها نیست، برای اینکه خیلی که تنقیدی فرشته ها نیست. فرشته هاش مخلوقاتی هستن که گناه نمیکنن. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. فرشته ها فرمان های الله تعالی را نافرمانی نمیکنن، گناهکاری نمیکنن، همیشه در اطاعت الله تعالی هستن. با وجود همین یگان پیغمبر به سوی انسان ها از فرشته ها انتخاب نشد. خب یه عیبی فرشته ها نیست کو؟ همین گونه عیبی زن ها یا عیبی بادیه نشین ها هم نیست. ربک یخلق ما یشاء و یختار. پروردگار تو هر چیزی که خواست می آفرد و هر چیزی که خواست اختیار میکند. الله اعلم حیث یجعل رسالته. الله تعالی داناتر است پیغمبری رو به کی میخواهد میدهد. یعنی شما اعتراض بیان کردن حق اعتراض ندارد که ای الله برای چه از زنها پیغمبر اختیار نکردی، یا برای چه از بادیه نشین ها، از مردمی بادیه، صحرا نشین ها، دیهاتی ها پیغمبر انتخاب نکرد، از شهری ها انتخاب کرد. الله تعالی خلق میکند و اختیار میکند. ما کان لهم الخیره. اختیار در دست بنده ها نیست. لا یسأل عما یفعلوا هم یسألون. الله تعالی از کاری که میکنه پرسیده نمیشه. و ما میدونیم که الله تعالی حکیم است، صاحب حکمت است. هر کاری که میکند در جای خودش است، نادرست نیست، باطل نیست، حق است. الله تعالی جل جلاله و تقدست اسماؤه. خب در اینجا میبینیم که از بین 124,000 پیغمبر یگان پیغمبر از زنها نبود. این دلالت میکند که بین مردها و زنها فرق میکنه. و این چنین ولایت های عام، مثلا خلیفه، پیغمبر صلی الله علیه و آله از دنیا گذشتن، خلیفه شون کی شد؟ دخترشون فاطمه نشد. مثلا حضرتی کی شد؟ ابوبکر، بعد از آن حضرت عمر، بعد از آن حضرت عثمان، بعد از آن حضرت علی رضی الله عنهم اجمعین. همین گونه یعنی ولایت عام، رئیسی کشور باید مرد باشد. این چون و نیابت عنها، این چون نایبش هم نمیتونه زن شود. این چون این مسئله های قضا، قاضی باید زن نباشد، مرد باشد. عموما کارهای اداروی، یعنی کارهای اصول اساسی باید ولیش و ولایتش در دست مردها باشد. حتی ولایت نکاح را الله تعالی به زنها نداد. یعنی والی یک دختر پدرش است، پدرش نباشد بابایش یا عمکش یا فرزندش یا برادرش یا دادرش. یعنی والی نکاح، ولی نکاح از مرد است نه از زن. زن ولی شده نمیتونه در نکاح، حتی در وظیفه های منصب ها اون طرف است. و البته این تنقص یعنی عیب کردن زن نیست، برای اینکه زن مسئولیت خود را دارد، وظیفه های خاص خود را دارد.